صد بار شکرانه، هزاران بار شکرانه. سلام خاله جان. چه شما خاله جان؟ رحمت بچم. آفرین دختر جان. اینقدر لباس در تنت زیبیده بچم. این که ما در کو لباس ملی تاجیکی محفله بچم. این دختری تاجیک کو زیباش لباس ملی چکمه اطلسه. برای همون لباس های ملی بچم پوش. باز یکی همسایه میگویند بعد میگن که خاله سوار نیسا که میکرده لباس بیگانه را پوشیده. برای بچم. خوب شده است خاله جان. حاضر. صدقه بچم برای. همین دخترهای حضوره با که تقلید میکرده باشم من نمیدانم، من میفهمم. در وقتش همین لباس های ملی را مادرای ما بیبیای ما در بر میکردن. عجایبات زیبنده بود. خاله جان چه شدن؟ اینقدر زیبا شدی دختری من. رحمت خاله جان. آفرین دختری و چشم. اینقدر لباس در تنت زیبی. همین زیر دختری تاجیک کو لباس ملی بچم. دیگه بچم این مادرای ما بیبیهای ما همین فرهنگ لباس پوشی را به ما میراث ماندن. ما باید به نسل آینده این فرهنگ خود را و لباس پوشی خود را باید میراث بداریم دخترم. آفرین بچم. رحمت. لباس ملی تاجیکی در همه تمدن‌های بشر نقش مؤثر دارد. بیایید رو به لباس ملی بیاریم.